سلام دوستان، چطورید؟ امروز اومدیم بهتون آموزش نصب فوتبال انیمه رو بهتون مثلا همونطوری که میدونید یوتیوبرهای معروف و اپراتورهای معروف بازی‌های مثلا همین فوتبال انیمه رو توی کامپیوتر انجام میدن، ولی ما چون مثلا بعضی کامپیوتر ندارن توی گوشی میگن من میخوام توی گوشی مثلا بازی کنم. بچه‌ها این برای گوشیشه که یک نفر ساخته و خیلی بازی خوبی از لحاظ گرافیکی همینطور که میبینید. خب حالا بچه‌ها برای نصبش این اسمی که من این بالا زدم براتون اینجا، این بالا اینجایی که من براتون زدم خب اینو توی گوگل پلی سرچ میکنید. خب و وقتی که سرچ کردید این اولیه رو میرید داخلش و اینه نکنید بچه همینه جزئیاتش و اینو نصب کنید و بازی میکنید. من حالا براتون یه تیکه از بازی هم میذارم که نگاه کنید. خب بچه هم میبینید این چیز بازیه، این صورتشه، اینجوری میتونید بازی یا چیزای جزئی. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید و این بازی رو حتما نصب کنید و بازی کنید. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره تا یه ویدیو آموزشی دیگه. خدا نگهدار. و بعد یه چیز دیگه، اگه میخوای آموزش 2 نفرش رو بذارم و آموزش کلا همه چیز رو بذارم، لایک ها به 10 تا برسه براتون میذارم. خدا نگهدار.